آقای دکتر، من چطور میتونم یک مدیر موفق باشم؟ یه مدیر موفق باید یک روتین روزانه منضبطی رو داشته باشه. روتین روزانه یعنی چی؟ یعنی یه سری کارا رو هر روز باید انجام بدم؟ دقیقاً همینطوره. مورد اول اینه که بری هر روز آموزش ببینی و به اعضای تیمت هم آموزش بدی. چی باید آموزش ببینم؟ در واقع از کجا باید آموزش ببینم و اینکه چطور به نیروهام منتقلش کنم؟ من خودم مشاورتم و 0 تا 100 این موارد رو بهت یاد میدم. نگران نباش. مورد دوم این که ارتباط موثری رو با اعضای تیمت بگیری و فعالیتاشون رو در طول روز بررسی کنی و بهشون بازخورد. نکته سوم این که بعد بررسی و آنالیز عملکرد همکارانت اگه لازم شد استراتژی جدیدی رو طرح کن. و در نهایت آخر هر روز بررسی کن برنامه‌هات رو.